أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب بیان جماعت من الشهداء، یعنی باب در مسئله بیان گروه از شهیدها، گروه از شهدا، که این گروه شهیدها در آخرت ثواب شهید را دارند و ثواب شهید را میبرند، اما در دنیا به مثل شهیدها معامله کردن نمی شود. یعنی چیکارش میکنن؟ و یغسلون، یعنی این گروه شهیدها را در این دنیا میشویند، شسته میشوند. و یصلی علیهم، نماز جنازه بالایشان خوانده میشود. بخلاف القتیل، برخلاف کشته شده هایی که فی حرب الکفار، در جنگ با کافران کشته میشوند. یعنی برخلاف شهیدهای اصلی و واقعی، شهیدهای اصلی و شهیدهای واقعی نه کفن کرده میشوند و نه شسته میشوند و نه نماز جنازه بر اونها خوانده میشود. این شهیدهایی که در جنگ با کافران شهید میشوند، اونها به کفن و به شستشو کردنشان و به نماز جنازه اونها دفن کرده میشوند. حکم شهیدی در حرب با کافران همین است، یعنی شهیدهای واقعی. اما در این باب امام نووی رحمه الله حکمی کسانی که ثواب شهید را میبرند اما در دنیا به مثل شهید معامله کردن نمی شوند، یعنی به مثل شهید نیستند، بلکه در روز قیامت ثواب شهادت را اینها میبرند، صاحب می شوند. اینها کی هستند؟ امام نووی رحمه الله اینها را بیان خواهد کرد در زیر این باب. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر این باب اولین حدیث 1352 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید: و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1352 کتاب ریاض الصالحین از ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده میگوید: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: الشهداء خمسة، یعنی شهیدها 5 گروه هستند، 5 طایفه مردم رو شهید گفته میشوند، اجر و پاداش شهید رو میبرند. این 5 تا کی است؟ یکمش المطعونون، یعنی کسانی که بر اثری وبای بمیرند. مثلا یک وبا می آید، یک کسل فراگیرنده می آید که بسیار مردم با سبب اون وبا، با سبب اون کسل همه شامل و همه گیرنده وفات میکنند. هر مسلمانی که، هر موحدی که با سبب آن کسل بمیرد، پس اون ثواب شهید را میبرد، اما همچون معامله شهید با اون کرده نمی شود. یعنی که اون را کفن میکنن، اون را شستشو میکنن و نماز جنازه براش میخونند، اما شهید را گفتیم این چیزها براش کرده نمی شود. اما انسانی که به سبب وبا میمیرد، برای اون این کارها می شود، اما در روز قیامت حکم شهید را دارد، در روز قیامت ثواب شهید را میبرد. یکم کسی که با سبب وبای وفات بکند. دوم والمبطون، هر کسی که با سبب شکم درد میمیرد، شکم رو، مثلا یک انسان شکم رو میشود، شکم رو به قوت شده، با همین سبب شکم رو هلاک میشود. این انسان هم
در روز قیامت ثواب شهید رو میبرد، اما در این دنیا همچون معامله شهید با اون کرده نمی شود. یعنی که براش نماز جنازه میخونن و کفنش میکنن و شستشویش میکنن. این دوم. و سیوم والغریق، سیوم هر کسی که غرق شدگی است در آب. مثلا یک کسی که در آب غرق می شود یا سیل می آید، اونها را سیل می گیرد میبرد. هر مسلمانی، هر موحد اهل توحید را که سیل می آید میگیرد میبرد، یا در آب می افتد و غرق می شود، اون انسان هم همچنین حکمی ثواب شهید را در روز قیامت میگیرد. اما در این دنیا همچون شهید معامله کردن نمی شود. یعنی براش نماز جنازه هست و براش کفن میکنن و شستشویش میکنن. این سیوم طایفه شهیدها. چهارم طایفه شهیدها، یعنی کسانی که حکم شهید را دارن، ثواب شهید را میبرن، و صاحب الحدمی است. یعنی کسی که در زیر دیوار میماند، مثلا خانه چپه میشود، در داخل خانه در زیر دیوار میماند، تای خانه میماند، یا دیوار چپه میشود در بالاش. این طور انسان ها هم حکم شهید را میبرند. اگر که اهل ایمان و اهل توحید باشد، حکم شهید را میبرند، ثواب شهید را، اما در دنیا همچون معامله شهید با اون کردن نمی شود. این چهار نمود انسان ها: یکم کسی که بر اثر وبا میمیرد، دوم کسی که شکم درد چیده میمیرد به سبب شکم درد، سوم کسی که غرق میشود در آب، چهارم کسی که در بالاش خانه یا یگان دیوار چپه میشود، یگان چیز در بالاش چپه میشود. اینها هر چهارشان ثواب شهید را میبرند، اما در دنیا همچون معامله شهید با اون کرده نمیشود. و پنجم طایفه این شهیدی واقعی هست، اکنون شهید حقیقی و شهید فی سبیل الله هست. یعنی که کسی که شهید شود، جان از دست بدهد در میدان جنگ، در راه الله. هر کسی که در راه الله جانش را از دست بدهد در وقت جنگ، این شهیدی واقعی هست. پس این انسان را براش جنازه خواندن نمی شود. چرا جنازش نمی خونیم؟ زیرا اینکه مقصد از جنازه شفاعت کردن میت است. انسان شهید دیگر احتیاج به شفاعت ندارد. انسان شهید دیگر احتیاج به این ندارد. از این حساب نماز جنازه برای شهید خوانده نمیشه، چطوری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شهدای احد نماز جنازه نخواندن. و همچنین غسل در آن دم نمیشود، یعنی شستشو نمیشود، و همچنین کفن کردن نمیشود. با همون لباسهایشان، با همون خونهایشان اونها گورانده میشود. در روز قیامت با همون شکل این طایفه مردم میخیزد در روز قیامت. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث 5 نمود شهید را بیان کرد که 4 تا شهیدی حکم شهید را دارد، ثواب شهید را دارد، اما 5م شهیدی واقعی هست که در میدان جنگ وفات میکند، جان از دست میدهد. این حدیث متفق علیه است. در اینجا یک مسئله زیر این حدیث بسیار موضوع ذکرش است، بیان بکنیم. بعضی از عالم ها میگویند هر کسی که در ماشین وقتی که دوچار صدمه می شود، حکمی و صاحب الحدمی را دارد. یعنی که در حکم میگویند به مثل شهید از ثواب شهید را میبرد. کدام انسان؟ همون انسانی که قاعده و قانون راه را رعایت بکند، یعنی تیز بد نکند، مخالفی راه نبراید و اون قاعده و قانون را رعایت بکند. اگر که دوچار صدمه شد، بعضی از عالم ها گفتگی هستند که حکم شهید را دارد اگر اهل توحید باشد. اما بعضی علما میگن که نه، حکم شهید را ندارد، زیرا که بیان کردن این حکم از چیزهای غیبیات است و این را نمی شود در زیر صاحب الحدمی بیان بکنید. صاحب الحدم کسی را میگویند که در بالاش خانه چپه می شود یا دیوار یا یگان چیز در بالاش چپه می شود. اما بعضی از علما میگویند که بله، اگر که دچار صدمه شد، اگر رعایت کردگی باشد قانون راه را،
و مخالفت نکرده باشد، قانون شکنی نکرده باشد، حکم شهید را دارد. پس این بود، این حدیث متفق علیه است و این از حدیث 1352 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1353 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1353 میگوید و عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ما تعدون الشهداء فیکم، ما تعدون الشهداء فیکم، یعنی چی کس را شهید می شمارید شما در بینتان. ما یعنی چی کس را تعدون شمار میکنید، می حسابید شما شهدا شهید، فیکم در بین خودتان شما کی را شهید میدانید؟ سوال کرد. قالوا یا رسول الله، پس اصحاب جواب دادن گفتن که ای رسول الله، من قتل فی سبیل الله فهو شهید، گفتن هر کسی که در راه الله کشته شود پس اون انسان شهید است. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ان شهداء امتی اذن لقلیل، گفتن پس هر آینه شهیدای امتی من در این صورت گفتن خیلی کم می شود. پس گفتن این چیزی که شما میگوید که شهید فقط کسی است که در میدان جنگ کشته می شود، پس شهیدان امتی من خیلی کم هستند. یعنی پیغمبر با تعجب این گپ را گفت، خیلی کم هستند. قالوا فمن هم یا رسول الله، پس اصحاب پرسان کردند که پس ای رسول الله شهید کی است؟ کی را شهید گفته می شود؟ کی اجر و پاداش شهید را می برد؟ قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که من قتل فی سبیل الله فهو شهید، هر کسی که در راه الله در میدان جنگ اسلام با کفر کشته می شود پس اون انسان شهید است. این اولین کس، هر کسی که در جنگ اسلام مسلمانان با کفر و کافران کشته می شود پس اون انسان حکمش شهید است. و من مات فی سبیل الله فهو شهید، هر کسی که بمیرد در راه الله، در راه دعوت، در راه طلب علم، در راه رسیدن به حق، هر کسی که بمیرد فهو شهید، پس اون انسان هم شهید است. پس در راه حق مردن این خودش به شهادت رسیدن است، ثواب شهید را بردن است. و من مات فی الطاعون فهو شهید، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که هر کسی که بمیرد با سبب وبا بیاید، کسل فراگیر بیاید که همه را بگیرد، به مثل کرونویروس و دیگر کسل‌هایی که وباهایی که فراگیر هستند، اگر اون بیاید و این انسان به سبب اون کسل فراگیرنده بمیرد فهو شهید، پس این انسان هم گفتن شهید است. و من مات فی البطن فهو شهید، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن هر کسی که بمیرد با سبب شکم درد زیاد شود که با همین سبب شکم درد از دنیا وفات کرد و سفر کرد، پس اون انسان هم گفتن شهید است. والغریق شهید، در آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن هر کسی غرق شود در آب اون انسان را ببرد با خودش، آب اون انسان را زیر کند و این انسان وفات بکند، پس این انسان هم گفتن شهید است. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چیز را زیاد کرد که من مات فی سبیل الله فهو شهید، یعنی هر کسی که در راه الله وفات بکند، در طلب حق، در طلب علم، در راه دعوت، در راه نشر علم وفات بکند، پس اون انسانم حکم شهادت را میبرد. مخصوص در این زمانه ما و شما که دعوت و تبلیغ اسلام و دین و قرآن و سنت چقدر سخت و مشکل و دردآور و شکنجه آور شدگی است، هر کسی که صبر و تحمل میکند در راه این دعوت، اون انسان انشاءالله اگر کشته شود در این راه، انشاءالله اون انسان شهید
یا پاداش و اجر شهید را به دست خواهد آورد. الله سبحانه و تعالی در راه دعوت، در راه نشر علم، در راه رساندن قرآن و سنت ما و شما را ثابت قدم و استوار بگرداند که همیشه رساننده حق و همیشه رساننده قرآن و سنت باشیم. چطوره که رسول الله میگوید بلغوا عنی ولو آیه، از من یک آیت هم باشد برای دیگران برسانید. پس الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این طایفه مردم بگرداند که ما و شما را الله سبحانه و تعالی مبارک بگرداند. مبارک یعنی چی؟ یعنی معلم خیر، در هر کجایی که هستیم خیر برای مردم رسانده بتونیم سخن الله و رسول را. آمین یا رب العالمین. خب رواه مسلمون، این حدیث 1353 کتاب ریاض الصالحین را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این حدیث 1354 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1354 میگوید و عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما قال، یعنی که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که من قتل دون ماله فهو شهید، یعنی هر کسی که از برای دفاع مالش کشته شود پس اون انسان هم همچنین شهید است. یعنی در جای بودی غارتگران برای تو هجوم کردن، بالای تو هجوم کردن، برای مالت را گرفتن، پس تو را به قتل اگر برسانن، تو دفاع کردی از حدود به قتل رسیدی، پس تو ای انسان دفاع کننده شهید هستی. باید از مال دفاع بکنی، باید از عرض و ناموست، باید از دین دفاع بکنی. وقتی که دفاع میکنی در این راه ها هلاک میشوی، پس تو شهید میشوی ای انسان. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1354 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1355 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1355 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی الاسود سعید بن زید بن عمرو بن نفیل احد العشرة المشهود لهم بالجنه رضی الله عنهم قال، یعنی که از ابوالاعور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، یکی از 10 کسانی که گواهی داده شدگی است برایشان در جنت، یعنی یکی از 10 مبشرین به جنت رضی الله عنهم که الله از همهشان راضی باد، گفتگی است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدیم که رسول الله میگوید من قتل دون ماله فهو شهید، یعنی هر کسی که کشته شود برای دفاع از مالش پس اون انسان شهید است. وقتی دفاع کردی از مالت، بالات هجوم واقع شد، از مالت دفاع کردی، پس تو شهید هستی. و من قتل دون دمه فهو شهید، پس هر کسی که کشته شود به خاطر دفاع از مال، از دمش، از خونش، پس اون انسان همچنین شهید است. یعنی یک کس برای کشتن تو هجوم میکند و تو از خود دفاع میکنی، پس تو شهید میشوی ای انسان. و من قتل دون دینه فهو شهید، هر کسی که برای دینش کشته میشود، برای تبلیغ دینش کشته میشود، برای رساندن دینش، دعوت به سوی دینش کشته میشود، پس اون انسان هم همچنین شهید حساب میشود. اجر و پاداش شهید رو میبرد در روز قیامت، همراه شهدا می باشد. و من قتل دون اهله فهو شهید، و هر کسی که کشته می شود برای دفاع از ناموس و خانوادهش، هر کسی که کشته شود به سبب دفاع و برای دفاع کردن از ناموسش، از خانوادهش، که خانوادهش را حفظ بکنند، خانوادهش را نگاه بکند، خانوادهش را حمایت بکند، پس در این راه هر کسی که کشته می شود فهو شهید، پس اون انسان شهید است. پس دفاع کردن از اهل و خانوادت ای انسان تو را به درجه شهادت می رساند. دفاع کردن از زن و فرزندت، از احکامات شرعی زن و فرزندانت
ای انسان، ای پدر، ای کسی که دفاع از یک مسلمان میکنی، تو را به شهادت، به درجه شهادت میرساند این عملت، یعنی ثوابی اجر و پاداش رو میگیری. پس دفاع کردن از حجاب و از ستر این یکی از راههای شرعی و دینی است که باید هر یک شوهر، هر یک پدر و مادر، هر یک اکا و دادر باید از حجاب و از ستر و از احکامات خانوادهش حفظ بکند و حمایت بکند. اگر در این راه کشته می شود، اگر در این راه به محبس برده می شود، اون انسان اجر و پاداش شهید رو می برد. پس به شهادت رسیدن کاری هزل و بازی و شوخی نیست. پس به شهادت رسیدن کاری آسان نیست. پس به درجه شهادت رسیدن این عمل و این شجاعت میخواهد، این غیرت میخواهد. هر کس این کار را کردن نمیتواند که الله سبحانه و تعالی در قلبهای ما و شما، در دلهای ما و شما اون شجاعت و غیرت واقعی دینی را جایگیر بگرداند. آمین یا رب العالمین. رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن صحیح. این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردگی است و امام ترمذی گفتگی است که حدیثی حسن و صحیح می باشد. این بود حدیث 1355 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1356 کتاب ریاض الصالحین و آخرین حدیث این باب. و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، میگوید که آمد مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس آن مرد گفت، آن مرد آینده، آن مرد که نزد رسول الله آمده بود، اون مرد گفت که یا رسول الله، گفت ای پیغمبر الله، ارأیت اینجا رجل یرید اخذ مالی، گفت که چی فکر داری، چی حکم میکنی، چی میگویی اینجا رجل، اگر مرد بیاید و یرید اخذ مالی، میخواهد آن مرد به زوری مال مرا به دست بیارد، اون مرد میخواهد به زوری مال من را بگیرد. قال فلا تعطیه مالک، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که تو مالت رو براش نده. وقتی میخواد به زوری مالت رو بگیرد، تو راضی نیستی که مالت بدهی، پس تو مالت براش نده. فلا تعطیه مالک، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که مالت براش نده. قال ارأیت این قاتلنی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مرد با سوال کرد، گفت ای رسول الله چی فکر داری، چی میگویی این قاتلنی، اگر که با من بجنگد، یعنی با من اگر که جنگید من چیکار کنم؟ سلاح دارد، کار دارد در دستش، میخواهد مال مرا به زوری بگیرد، پس من چیکار کنم؟ قال قاتله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت با اون بجنگ، تو هم با اون بجنگ. قال ارأیت این قتلنی، اون مرد میگه با سوال کرد که رسول الله اگر که چی فکر داره که اون اگر مرا بکشد من چی میشوم؟ اگر مرا به قتل رسان؟ قال فانت شهیدون، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که پس تو شهید هستی. انسان برای مالت میخواهم مالت به زور بگیرد، وقتی تو دفاع میکنی و شهید میشوی، کشته میشوی، پس حکم تو شهید است، درجه شهادت رو میبری، ثواب و اجر شهید رو میگیری. قال ارأیت این قتلته، باز اون مرد سوال کرد ای رسول الله، گفت چی میگویی، چی فکر داری اگر که من اون را بکشم چی؟ اون میخواهد مال من را بگیرد، من اون را به قتل برسانم چی میشود؟ قال هو فی النار، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اون مرد را وقتی تو کشتیش، اون میخواست مال تو را بگیرد، وقتی که تو کشتیش اون مرد گفت در آتش دوزخ است، اون مرد دوزخی است. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این حدیث دلالت میکند که هر زمانی که بالای هر مسلمان، بالای هر کسی که هجوم میشود برای مالش را گرفتن، اون انسان حق دارد که بجنگد. یعنی اگر که میتواند اون را اسیر بگیرد، دست و پاش ببندد، نکشد، این خوبتر است. یعنی بقبول نکشش. اگر که امکان نیست، غیر کشتن دیگر راه نیست، یا فقط حالت کشتن به وجود بیاید، در این صورت اگر که تو کشتی ای انسان گناهگار نمیشوی، زیرا اینکه شریعت برای تو اجازه داده است. پیغمبر گفت که قاتل او،
با اون بجنگ، اون به قتل برسان. اگر که میخواهد مال تو را بگیرد، تو غیر کشتن دیگر راه نداری، پس در این صورت جایز است که تو اون را به قتل برسانی. پس برای از مال دفاع کردن کشته شوی، از مال خود دفاع کردی کشته شوی، حکم تو شهید باشد، پس تو از دین دفاع کردی کشته شوی، حکم چیست؟ پس تو وقتی از ناموست، از زن و فرزندت، از مادر و اپه و خواهرت، از خاله و عمت، وقتی که دفاع میکنی به خاطر دین کشته میشوی، پس تو چی ثواب میبری؟ الله اکبر. این جوابش به دست خودی شما که چی ثواب میبرد انسان وقتی که برای دفاع از دینش کشته میشود. وقتی دفاع از مالت کشته شدی، شهید هستی. دفاع از مال و طرف مقابل رو بکشی، پس گناهگار نمیشوی. وقتی که تو دفاع از دینت میکنی کشته شوی، برای دعوت به سوی دینت کشته شوی، برای دعوت برای یکتا پرستی کشته شوی، وقتی که برای دفاع از زن و فرزندت، از مادر و خواهر و اپت کشته شوی، پس تو تصور کن که تو به چی درجه میرسی، چی ثواب و پاداش را در روز قیامت به دست خواهی آورد. یعنی درجه شهادت، درجه شهید شدن، درجه عالیه که انسان مسلمان واقعی تمناش میکند، آرزوش دارد، خیال و فکرش ده هست که به این درجه بزرگ برسد. الله سبحانه و تعالی ما و شما را به درجه شهادت رسیدن نصیب بگرداند و الله سبحانه و تعالی از ما و شما کار بگیرد و رساندن حق الله سبحانه و تعالی برای ما و شما آسان بگرداند و الله سبحانه و تعالی هر کسی که اسلام را نادرست فهمیده است و اسلام را نادرست تحلیل کرده است، اولا الله سبحانه و تعالی هدایتش بکند، توفیقش بدهد و الله سبحانه و تعالی قلب و دلش پر از نور ایمان و نور قرآن و سنت بگرداند و اگر لایق نور قرآن و سنت و نور ایمان نباشد، الله سبحانه و تعالی خار دنیا و آخرت بگرداند و باقی مانده مسلمان ها را از غم و اندوه و از مشکلات خلاص بگرداند. آمین یا رب العالمین. بارک الله فیکم. این بود باب بیان گروه از شهیدها که در روز قیامت اجر و پاداش شهید را میبرند، اما در دنیا اینها شسته میشوند و کفن کرده میشوند و نماز جنازه براشان خوانده میشود. بعد از این باب نو شروع میشود، باب فضل العتقی، یعنی باب در مسئله فضیلتی آزاد کردنی برده، آزاد کردنی کنیز، آزاد کردن یک انسانی که به ظلم و ستم در جای اسیر هست، یا انسانی که برده هست که الحمدلله در این زمانه برده ها وجود ندارن، کنیز ها وجود ندارن، اما این باب را می شود بالای کسانی که با تهمت و با بهتان و با دروغ و نیرنگ اونها را به محبس ها کشیدن. آزاد کردن اونها چی فضیلت و چی ثواب دارد. و یا کسانی که اسیر افتیدگی هستند در دست دشمنان اسلام، اونها را آزاد کردن چی فضیلت و پاداش دارد. انشاءالله این باب را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزهمان. درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.